همه کسایی که کلگی دیجا حضور دارن، من متیقن هستم که اشتباهات همسرای ما و شما خوبی هایشن صدها خوبی داره، اشتباهش از انگشتای دست ما بالاتر نمیره، از 10 اشتباه اضافه تر نداره، اما خوبی هایشن حساب بکنین از انگشتای دستتون زیادتر، از انگشتا چی قابل شمارش نخواد. آیا این مصلحت است؟ آیا این عدالت است؟ آیا این انصاف است که به خاطر یک اشتباه 100 خوبی خانم خود فراموش میکنیم؟ آیا این مصلحت است و این انصاف است که به خاطر 2 اشتباه خانم خود ما تمام خوبی هایش حذف میکنیم؟ فکر نکنم جای انصاف باشه. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شاید در این خانم یک اشتباه، 2 اشتباه، 3. به یاد ما باشه خانم ها طبیعت و مزاج مخالف ما و شما را دارن. اول زن را باید بشناسیم، اویی که زن خیلی پرسشگر است، خیلی سوال میکنه. در خانه که داخل شد زن ازتون اگه پرسان میکنه که چطور هستی و هدفش نیست که تو بگی خوب هستی، یعنی امروز چیز قصه که شده برش قصه که او هدفش است، خبر داره که خوب هستی و هدفش است، او میخواد بشنوه، ولی مردی عادت نداره. و بعضی مواقع که اشتباه بازگذشت راهش است که ما گذشت بکنیم.